در این قشلاق تخمینا اگر ساعت یک دیگه که ما خانه بسیار تخمینا 100 خانه ما که در خارج رفتگیست، شاید که اینجا میشه 40-50 خانه هست. غریب و بیچاره و هر میشه بیوه و دور امی اربکی ها که بسیار ما را پریشان کرد. بر ما هر نفر برادر 500-600 پیش ما میگیره، نان میگیره، دیگه میگه بیا بریم پیرم. در شهر دیگه کاروبار دیگه پا ندارین؟ نه دیگه چرا خوردگی هستیم، همینطور زخمی و دیگه هستیم دیگه. نمید گرمی هم باشه کم تو چرا خونه کی شد خلاص. امارات از ما خوش هستیم، از امارات که خوش هستیم برادر که همین دوز و بدگشت و اما انشالله گم شد. به نام یاد خداوند مهربان. سلام به همه شما بیننده های عزیز. امیدوار هستم که جور و صحتمند بوده باشین. عزیزان دل، خدا کنه که زندگی را تا این دم به خوبی و خوشی سپری کرده. آرزو دارم که از این به بعد هم به خوبی و خوشی سپری نمایین. دوستا، ما امروز آمدیم به یک دهکده بسیار جالب و دیدنی. البته این دهکده به نام دهکده سیدا یاد می شود. دهکده سیدا مربوط به ولسوالی ینگقله ولایت تخار می باشه. ما امروز آمدیم به اینجا که یک گزارش از دهکده داشته باشیم. عزیزانی که دوست دارین از دهکده ها ببینین، لطف نموده چینل ما را سابسکرایب بکنین، علامه زنگ فشار بتین و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. خوب دوستای عزیز، این دهکده در بالا یک تپه موقعیت داره. به او خاطر به این دهکده میگن که به نام تپه سیدا و ما هم آیسا آیسا بلند شده رایسیم به بالای تپه. ما را همراهی بکنین، انشالله که یک گزارش بسیار جالب و دیدنی داریم. خب دوستان نهایت عزیز، این قشلاقی را که میبینین این به نام تاجیک قشلاق یاد میشود و او تپه آخری که چند خانه در بالای از او موقعیت داره او به نام تپه سیدا یاد میشود و این طرفش هم مربوط به کفترعلی است که به نام چنار کفترعلی یاد میشود. خیلی یک دهکده بسیار بزرگ است، چون هوا امروز بسیار سرد است. یک روزی میایم که هوا نسبتا گرمتر باشه و از این قشلاق هم یک تصویر برداری بکنیم و به شما عزیزان به نمایش بگذاریم. خب دوستای عزیز، فعلا ما رفته رایستیم به طرف تپه سیدا، میریم داخل قشلاق میشویم که یک کسی را گیر بکنیم، امروز چند دقیقه صحبت بکنیم. ما را همراهی بکنیم. السلام علیکم. پدرخان خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ سلامت هستی؟ سلامت باشی. اجازه است؟ یک دست مبارکتون رو بگیرم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت باشین. ما و شما چند دقیقه قصه میکنیم. نام خدا چک صندلی برابر انجام کنین. زمستان شد دیگه. آدمایی که چرا خوردگی و زخمی بود دیگه جاش گرم باشه خلاص است. خلاص است و گفتن. اسم مبارکتون؟ سید علی احمد. سید علی احمد. امی قشلاق به نام چی یاد میکنن؟ تپه سیدا. تپه سیدا دیگه.
تپه سیدا در اینجا قومای هزاره هم هستن دیگه؟ نه هزاره نیست، غیر از همون چی هست، قومای سازاده هست. خب هزاره اینجا در بین ما نداریم. آها درست. نه خب ما هزاره قشلاق هم رفتیم گزارش گرفتیم. هزاره قشلاق اونجا علایی دست بود، مردم هزاره قشلاق هست. تپه سیدا همون کامل از همون سیدا هست. آها درست، مربوط سیدا میشه دیگه. خودتون از کدام قوم هستین؟ با قوم همه سازاد هستیم، همه سازاد. این مسجد ما سازاد. آها بسیار خوب. چند دکان یک سودا فروخت دارین؟ والا کمتون دیگه مردم ها سخت کم است، سودا فروخت بسیار کم است دیگه. مردم ها کسایی که یک ذره داره در اینجا که سرش خم نمیشه، کسایی که داره نداره چرا اینجا یگان چیز یگان. بله همون مشکلاتش از همینجا رفت هم میکنه دیگه. وضعیت زندگی چه قسمی است پدر خان؟ خوبه دیگه، هستیم نه دیگه. خب در روز ما در نمیده تیر می در شهر دیگه کاروبار دیگه پا ندارین؟ نه دیگه چرا خوردگی هستیم، همینطور زخمی و دیگه هستیم دیگه. نمید گرمی هم باشه کم تر چرا خونی کی شد خلاص. چرا در کدام وقت خوردین؟ چرا نه در اصلا 70 و نه 77 بود 6 بود، همین رقم در بین دولت و طالبان دو زمانهای پیش دیگه. آها بسیار خوب. بستم و چند چرا 30 چرا دکم 30 چرا در جان هست. اوه بسیار زیاد بوده دیگه. خیلی حالا چه قسمت سر پای هستین آخی؟ هستیم شکر دیگه خود دیگه نی. خدا را شکر. بچه هم دارین؟ شکر بچه هست دیگه. بچه حالی بچه ها دیگه دقیقه وقتی چی نیست دیگه. دمو کاری چی نیست دیگه. این بچه ها میره هر که جدا شده طرف. تو بچه های کلان زندار هم دارین؟ دارم زندار هست. حدیثی که همینا دم دوری همی اربکی ها که بسیار ما را پریشان کرد. بر مای هر نفری برادر 500 600 پیش ما میگیره، نان میگیره دیگه، میگه بیا بریم پیرم. ظلم بسیار زیاد بود دیگه. بسیار ظلم بود. حال خدا را شکر امارات که آمدگی دیگه. امارات از ما خوش هستیم، از امارات هر که خوش هستیم برادر که همین دوز و بد گشت و اما ان شاء الله گم شد. خدا را شکر. هر که دم خیر با ما باشه و با مردم باشه اما بهتر است. بله با واقعیت دیگه. خب پدر جان عمر چگونه است پایش خوش گذشت براتون؟ عمر رفت دیگه، عمر 70 سال آدم شدیم، عمر رفت. نه 70 هم مثلا نام خدا جوان هستین سعی کنین. جوان هستین دیگه. اعتراض که کمی دست پایی که در کار رب زحمت نبود دیگه نبود. بازم شکر میکنم. شکر است. نه همیشه هم شکر است. بله. همین میریم همین 5 وقت نماز خدا میخوانیم، درازت همین میکنیم دیگه. شکر است. بله هزار بار شکر. بچه‌ها چه قسم دیگه جستن البته نیست دیگه. بچه‌ها رفتن نیست پیش طرف ایران، نیست طرف پاکستان، نیست کابل است. اول میگیرن یگان وقت اول میگیرن دیگه. نمید شرایط ها رفتن دیگه. حال دیگه همونجا زندگی میکنن. در سر پیریا دیگه شما را تنها موندن. هر جا باشن جانشان جور باشه. نه دیگه حالی وقتی که خاک خودی ما قربانیم، خاک خودی ماست که اگه 1000 سال در امریکا، آفریقا و ایران، پاکستان باشه این مملکت خود ماست. بله. دای شور خاک ما شکر بکشیم. خاک ماست. ما افتخار میکنیم که برادر ما مملکت از خود خاک داریم، وطن داریم، زندگی داریم. 1000 سال که بشیم با وطن مردم چیز هست. بله گفتم بودگی است. پدرخان در این قشلاق تقریبا چقدر خانواده هستن؟ در این قشلاق تخمینا اگه ساعت یک دیگه که ما خانه بسیار تخمینا 100 خانه ما که در خارج رفتگی است. شاید که اینجا میشه 150 خانه هست. غریب و بیچاره و هردم شوید بیوه و کوره و همه اینا هست. دمی تپه سیدا دیگه. دمی تپه سیدا دیگه شکر که هست دیگه. حالی که اونم غریبای بیچاره پیسه دارا رفت دیگه. رفتن دیگه. غریبا موندن. کسایی که غریب هستن گفته خودتون همینجا هستن دیگه. دو خاطر هم دیگه. بسیار خوب. این مردم زیادتر درآمدشون از کدام طریق است؟ درآمدش به قدر نمید صاحب دمی بیل و داست. دمی کشاورزی. دیگه کدام چیزی نداره. به قدر کشاورزی است و مزدوری مردم است. اینمی روزی 200 و 100 و 300 و اینمی وقتش کار میکنه، اینمی کارش روزش تیر میکنه دیگه اینمی. خب همین شکل از کار میکنن از طریق همون کار کردن خودشون یک لقمه روزی حلال به دست میارن دیگه. بسیار خوب.
سلامت باشی خی خیلی پدرخان. باشین، بخیر زنده باشین. باشین. خوش بخیر شدم. باشین، زنده باشین، بخیر باشین. ببخشید که مزاحمتون شدیم. نه تشکر زندگان ما. سلام.